روز 7 مای در شهر مسکو مراسم سوگندیادکنی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برگزار شد. پوتین به مهلت 6 سال دیگر پرزیدنت این کشور خواهد بود. پوتین دستی راستش را به نسخه کنستیتوسیای روسیه گذاشته سوگندی پرزیدنتی یاد کرد و وعده داد که برای مردم خدمت کرده نشاندادهای اقتصادی را بالا میبرد و کشور را به خاطر به گفتش پیروزی‌های بزرگ حمایت خواهد کرد. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права. قسم میخورم که در مقام ریاست جمهوری روسیه حقوق و آزادی های شهروندان را حمایت میکنم. کنستیتوسیای فدراسیای روسیه را حمایت و رعایت میکنم. استقلال، تمامیت ارضی و امنیت دولت را حمایت میکنم. به مردم صادقانه خدمت خواهم کرد. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. پوتین 65 سال دارد و بار نخست سال 1999 در مقام سروزیر حکومت سر قدرت آمده بود. بعد این 4 بار در مقام پرزیدنتی انتخاب شده است. انتخابات امسال 18 مارت برگزار شد ولی عین زمان مخالفان و فعالان و ناظران انتخاباتی با برگزاری نمایش‌های اعتراضی از تقلب در انتخابات و هم نبود انتخابات واقعی در میان نامزدان به نمایش‌های اعتراضی دست دادند. مراسم سوگندیادکنی 2 روز بعد آن برگزار شد که در یک نمایش اعتراضی سرتاسری بر رهبری فعال مخالفین الکسی نوالنی پلیس 1600 نفر را بازداشت کرد. در اعتراضهایی که در 10 شهرهای روسیه برگزار شد مردم به کنار رفتن پوتین شعار دادند.